بچه‌ها سلام، چطوری؟ دارم که حال دلتون خوب باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه از چنل خودتون. همونطور که از تامنیل و تایتل ویدیو متوجه شدید، داخل این ویدیو قرار که بریم و با هم 15 تا از تغییرات آپدیت OB51 فری فایر رو با هم بررسی کنیم. آپدیتی که طبق تایم راکی لوریال 26 روز و 12 ساعت دیگه وارد بازی میشد. خلاصه که بچه‌ها من این ویدیو رو یه دفعه خودم دیدم و تا حدودی در جریانم چه تغییراتی قراره که رخ بده و قرار الان بریم و با هم بهش کامل ببینیم و با هم بررسیش کنیم. خب بریم سراغ اولین تغییر که حالا بچه‌ها هر جایی که من انگلیسیم خوب باشه براتون ترجمه میکنم. یکی درباره یخ و همینجور چیزا داشت حرف میزد. خب داره یخ میزنه و یخشو میخواد بشکنه و بچه اینجا یه چند تا سوال پیش میاد. یک این که این کوسه چیه و دو این که این قدرت کاراکتره چیه. و خب بچه اینم من تا یه جایی فهمیدم شما زمانی که یخ میزنید و این پهباده رو میفرستید دیگه یخاتون حالا هرگز نمیشکنه. حالا نمیدونم برای یخ یارام همینجوری باشه یا نه. خب تغییر دومم شاپ، یه سری فروشگاه ها حالا توی نقاط مختلف بازی اضافه میشن که همیشگی هن که بهتون گان و اینجور چیزا میدن. اون انفور طلایی چی بود؟ پشمام. و تغییر بعدی هم اینه بچه، من این ویدیوش دیده بودم. خب بعضی از ریوایورها قبلا قلب آبی بود، الان شده قلب طلایی، یه چیزی شبیه همون ریو 600 تایی داخل فروشگاه. و اینم که چیهای جدیده، یه چیزی مثل خشابای جدیده اگر اشتباه نکنم. تغییر پنجم هم که بچه کاراکتر جدیده، اینم من ویدیوش از قبل دیده بودم، اسمش هم هست نیرو. سیستمش هم اینجوریه که یه همینجور حاله ایجاد میکنه که باعث میشه شما نمیتونید یخ بزنید داخل همون محوطه‌ای که در واقع ایجاد شده. حالا نمیدونم برای یارا یا حتی انمیام همیشگی باشه یا واقعا دقیق مشخص نیست. الان خب خودش هم داره امتحان میکنه که نمیتونه داخل این محوطه یخ بزنه. حالا نمیدونم واقعا برای انمیا همینجوری باشه یا نه. چه نمیدونم، نوبی هم هست. تغییر ششم نیو لاک، زون جدیده. این هم من عکسشو دیده بودم. خب که اون کوسه طلایی هم فکر کنم به این زونه مربوط میشه. خیلی باحال به نظرم باعث میشه گیم جلوه بهتری داشته باشه. و این چیه؟ اسکیت. حالا نمیدونم تایم دار باشه یا نه ولی اسکیت چه بابا بنازم چادر. و حاج چه خوشگله، اسکیت چه خوشگله و باعث میشه بچه سرعتتون بیشتر بشه. اسکیت باحالی هم هست، چیز خوبیه. تغییر هشتم فلایمر. اینم من بچه یه چیزایی ازش سر در میارم. خب سیستمش اینجوریه که این گان طلایی ها خب مثلا وقتی که شما چند تا تیر ازش بزنید، تیر بعده یه چیزی حالت شلیک، یه چیزی حالت یه گلوله انفجاری که میخوره به یخ. قبلا همون یه گانی مینیگانی هست که 3 تا تیر میخوره از هموناست. تغییر نهم هم مربوط میشه به این چیه، احتمالا برای ایونتی چیزی باشه. حالا دقیق نمیفهمم چیکار داره میکنه. نمیدونم، همین میاد دیگه، خلاصه چیزی مهمی نیست. و تغییر بعدی هم این که کاور این قدرت‌های اضافی، قدرت‌های فرعی که میاد داخل بازی بچه‌ها یه سری تغییراتی میکنه. مثلا این فروشگاه قبلا یه شکل دیگه بود ولی الان این شکلی شده، کاورش یعنی بهتر شده، اینجوری بهتون بگم. حالا اگر هر کدوم از اینا رو میرفت تست میکرد که خیلی عالی بود. حالا نمیره این خدا زده. خلاصه میدونیم قرار یه چنین شکلی، یه چنین تغییری وارد بازی بشه. خب تغییر 11 آپگار، آرسنال ها بچه ها تغییر میکنن. خب مثلا شما اینجا این چیه، آپگر 800. شما مثلا میتونید با دادن 800 تا سکه بدون خرید کارت میتونید به راحتی آرسنال باز کنید. آرسنال هم شکلش عوض شده و 2 تا گان هم اینجا اضافه شده. این خیلی خوبه، یعنی میشه 3 تا اینور 3 تا اونور 2 تا فلان داستان. و
این چیه؟ این امتیاز اگر اشتباه نکنم تغییر 12 هم بود، امتیاز شماست. و تغییر 13 هم بچه ها این چیایی بود که مثل یخ بود، جون. این چیایی بود که مثلا دادم جون میداد، همین شکلی بود. خب باعث میشه که یخ شما خیلی سریعتر پر بشه. این هم من از قبل ویدیوشو دیده بودم. تغییر 14 هم بچه ها به احتمال زیاد دیگه بیشتر شماها میدونید که قراره یه چینینگانی وارد بازی بیاد. درست هم مثل مکتنه ولی خب مکتن نیست. مثل مکتن یعنی شما اگر به انمی ها بچه ها دمیج بدید سطحش میره بالاتر، میرید مثلا الان شد زرد، بیشتر دمیج بدید میشه زرد 2 خط و بیشتر دمیج بدید میشه 3 خط. شادگان هم هست بچه ها. تغییر بعدی هم مربوط میشه به این منطقه این چی بهش میگن؟ این مینی چیه یه تغییراتی کرده بود. و اینجا بچه داره چند تا از دنسای آپدیت بعد رو بررسی میکنه که سیستم این دنسا هم اینجوری که بچه اصلا تموم نمیشن. خب مثلا با این دنسه میتونه چه دایی هم داره میکنه، با این دنسه میتونه بچه مثلا راه بره. تغییر یعنی تغییر که نیست، بیشتر بررسی دنسایی که داخل آپدیت بعد وارد بازی میشن. یعنی دنس موتورش که حاجی خشکی لرزشی گرفتن داره واقعا. فرض کن تو مپ با موتور برید، خوبه، این خوبه، دنس باحالیه. حتی به خیلی پدای خیلی جمع بخواد واقعا میارزه و داره بررسی میکنه دیگه. این هم دنس بعدیش هست که چیکار کنه نفهمیدم. این هم یه دنس دیگه و حاج ویدیو تموم شد دیگه. خلاصه بچه این هم بود از ویدیوی بررسی تغییرات آپدیت اوبی 51 فازی فری فایر که به نظرم تغییرات خوبی قراره اعمال بشه داخل 26 روز بعد، داخل آپدیت بعدی. خلاصه که امیدوارم خوشتون اومده باشه. ممنون میشم بچه‌ها برای حمایت از من این ویدیو رو حتما لایک کنید، چنلم سابسکرایب کنید. با این کارا میتونید خیلی از من حمایت کنید. خانواده‌مون هم خیلی بچه بزرگتر میشه. خلاصه بچه با یه ویدیوی دیگه میبینمتون. فعلا خدافظ.